Misali 4 paralelogramma درباره پارالگرام است. ABC دو است. AB 5 BC گرادوس و بلندی D بلندی پارالگرام 4 وقتی روسی ابلیغ شده است پریمتری پارالگرام یابد. در پایان رسمش را تصور کنیم چه خیلی است. بگذار اینجا برویم ABCD پارالگرام ما باشد. از اینجا چی معلوم است؟ درازی AB با 5 سانتیمتر برابر است، کنجی B با 30 گرادوس برابر است و بلندی D گویم یه در بیرون هم در بیرون شده میتونه هم در درون، یعنی بلندی باید 90 گرادوس باشد. بلندی D 4 سانتیمتر است. پریمتر پارالگرام یابد. حاضر اول پیش کار کردن یک چند خصوصیت های پارالگرام به خاطر بیاریم. اگر اینجا 30 گرادوس باشه این کنج باید 150 گرادوس باشد، چون که جمعشان وقت کنجی کشود باید باشد. اینجا 30 گرادوس و اینجا 150 از روی دو داشته و خصوصیت های پارالگرام استفاده می‌بریم. اگر بلندی 4 باشه این بلندی در درون پارالگرام شده میتواند. اینجا هم 4 است، چون که در همه جا 4 میشود. بلندی 4 است. یعنی من برای اینجا استفاده می‌برم. وقتی بلندی رو کشیدم اینجا که 30 گرادوس است اینجا باید 60 گرادوس باشد و در اینجا من باید سکنجه مخصوص رو باید استفاده کنم. سکنجه مخصوص چی است؟ اگر من در سکنجه راست کنجه این نمود کنجه های داشته باشم، یعنی کنجه های 30 گرادوس 90 گرادوس و 60 گرادوس، اگر من این کنجه ها داشتم بین طرف ها یک قاعده است. قاعده چی است؟ روبروی 30 اگر A باشد روبروی 90 هم وقت 2 است. روبروی 60 هم وقت A ریشه 3 است. و بعد همین قاعده رو در اینجا استفاده می‌بریم. ما در این سکنجه نگاه کنید 60 دارم 30 دارم 90. روبروی 30 4 است. این معنی اون رو دارد که روبروی 90 است. CB باید برابر 8 باشد. اگر اینجا باید 8 شود اینجا هم 8 باید شود. یعنی برابرم، پارالل و برابرم. بعد باز چی است؟ تمام دیگه اون چیز در کنیست با فکرم برای چی؟ چون که AB رو من میدونم 5 است و DC هم باید 5 باشد. و از اینجا اگر پریمتر چی بود؟ پریمتر سومه همه طرف ها، یعنی پریمتر برابر است پریمتر برابر 5 جمع 5 جمع 8 جمع 8 یعنی برابر است با 26. از رسم که کمتر یعنی نگاه کنید AB درست‌تر نسبت به BC چون که 5 و 8 برعکس باید باشد. رسم کمتر خطا شدنش ممکن. یکی در یعنی اگر درست‌تر میکشیدم یعنی موافق‌تر نقصان میشد. یکی در اینجا حساب کتاب همش درسته، یعنی اینجا 26 میشود.